مرکز مطبوعات وزارت کورای داخلی تاجیکستان خبر داد که در یک صدمه نقلیاتی روز 2 آگوست یک زن 57 ساله از جماعت پختاوباد جان باخت است. بنا به این منبع روز 2 آگوست تخمین ساعت 15:30 راننده ماشین تمغه اوپل استرا ژنیف اساخان میرزا علیویچ سال تولدش 2003 ساکن شهر دوشنبه هنگام حرکت از سمت جماعت ریگر به سمت شهر ترسانزاده در حدود دهه بین المللی جماعت ریگر از عهده اداره ماشین نبرآمده به سمت مقابل راه برآمده به ماشین تمغه دیوتیکو تحت اداره راننده بابا سعیدوف تقوی مراد سال تولدش 1951 ساکن جماعت دیوت پختاوباد شهر ترسانزاده برخورده است. در نتیجه مسافر دیوتیکو احمد و مولودخان احمد جانوف نام سال تولدش 1954 ساکن جماعت پختاوباد در جای حادثه به هلاکت رسیده است. وزارت کورای داخله قبلا خبر داده بود که در پایان هفته گذشته در 5 صدمه نقلیاتی در راههای تاجیکستان دست کم 6 نفر از جمله یک طفل 2 ساله و یک کودک 9 ساله به هلاکت رسیده چندین تن دیگر مجروح شدند. هر سال بر اثر صدمه ها در راههای تاجیکستان تا 400 نفر جان باخته بیش از 1200 تن دیگر معیوب می شوند.